بچه پینگو دارین میبینین چه پینگ خوبی میده توی اف سی موبایل. بچه سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. بچه یه فیلتر شخص خفن براتون پیدا کردم و یک کد DNS واسه گیم واسه اف سی موبایل که بچه واردش بشید. بچه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، چون بچه دارم واقعا کلی بچه فروشگاه دوره زدم تا این VPN رو پیدا کنم براتون. پس حتما حمایت کنید. بریم که بچه تستش رو توی اینستاگرام ببینید. قبل از اینکه بچه بریم تستش رو ببینیم، بچه این فیلترشن قبلی که بهتون معرفی کردم دیگه سرورش واسه موبایل هم خوب شده. یه نگاهی به اونا بندازیم واسه نت موبایل دیگه. سرورهای مودمش هم خوب هنوز فعال بچه میبینید. بچه سرورهای موبایلش هم دیگه کار میکنه و راحت میتونید توی اینستا وبگردی کنید بچه از این بخش حتما اینستاگرام رو فعال کنید تا سرورهای خوبش رو بده و سرورهای بعد رو پاک کنه براتون دیگه. بچه میبینیم بس شد. بچه ها تو این ویدیو قبل که اگه متوجه شده باشید بچه ها اگه دیده باشیدش سرورهای بچه ها موبایل دیگه کار نمی کردن، از کار افتاده بودن و فقط واسه مودم بوده، ولی الان دیگه واسه موبایل هم کار میکنه. پس بچه ها این هم اگه دانلودش کنید تو این روزا کمکتون میکنه. بچه ها بریم سراغ فیلترشن بعدی که ویوا VPN. بچه ها یکم یه مشکلی که داره بچه دیر بس میشه، ولی بچه وقتی بس میشه سرعتش خیلی بالاست. الان میذاریم امتحانش کنیم بچه راحت میذاریم بس بشه. یکی از سروراشو خودش انتخاب میکنه، باید منتظر باشیم بچه ها. IP رو آورد، سرور انتخاب کرد خودش. پینگم با بچه داره اون بالا نشون میده و تبلیغش هم میاره. بچه راحت بچه الان بس شد. حالا باید چون اینستاگرام میشیم صبر میکنیم بچه تا بالا بیاره. اینجا بچه به همین سرعت بچه دوباره یه رفلش زدیم بچه ببینید که چه سرعت بالا آورد. بچه یه رفلش دیگه هم بزنیم. این بچه از تست این فیلترشکنه. حالا بریم بچه واسه معرفی کد DNS که بچه خیلی واسه گیم خوبه. میریم بچه سراغ تست کد DNS. بچه این برنامه DNS چنجر رو از داخل فروشگاه خیلی دانلود کنید. بچه ها خیلی هاتون گفتیم نسل 6 رو چجوری فعال کنیم توی کامنت ها. بچه ها توی ویدیوهای قبلی که گذاشته بودم بچه داخل ستینگ میرید. بچه گزینه نسل 6 رو فعال میکنید، تیکش رو میزنید و بچه نسل 6 براتون فعال میشه. حالا وارد میشه بچه کد DNS اینه. بچه این یکی از جدیدترین کد DNS هایی که اومده بچه ها و نسل 6 هم اینه. بچه ها یه اسکرین شات از روی همین صفحه بگیرید و بچه ها عکساش رو توی بچه گوگل چیز کنید. بچه ها DNS ها رو کپی کنید و راحت داخل برنامه رو هم از داخل گوگل پلی. حالا بریم تا ببینیم واسه گیم خوبه هستن. بسش میکنیم بچه ها وارد اف سی موبایل میشیم. این که اول خطا داد ولی بعدش وارد بازی میشه راحت و ایزی.
بچه‌ها ببینید به همین راحتی وارد بازی شد. اگه خیلیتون مشکل دارید بچه وارد بازی بشید میتونید از این کد DNS استفاده کنید. به همین راحتی بچه فکر نکنم پینگش واسه بازی آنلاین خوب باشه، ولی بچه یه نگاهی هم بندازیم. اگه پینگ بده نشون بده پینگو میزنیم. بله بچه میبینیم پینگ 170 و بچه بین 400 و 170 با تا 900 هم رفت. چون این روزا اینترنت خیلی ضعیفه ولی بازم خوبه بچه و این بازی هم بچه امیدوارم از این ویدیو بچه لذت برده باشید. بچه تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بچه. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید تا بچه ویدیویی میذارم با خبر بشید. زنگوله کنارش هم بزنید بچه. خدا نگهدار.